موضوعی که میخوام امروز براتون مطرح بکنم یه ذره پیچیدگی داره. لطف کردم بچه ها اینو جابجا کردم ولی دقیقاً افتاد جلوی آدرس سایت. اینو پاوزش میتونم بکنم اینجا توضیح بدم. بعد این تحت وبه، یعنی شما میتونین این ارائه رو ببینین برای اینکه هر مطلبی که من توش میگم زیرش یه لینکی داره و اون لینک رو شما بزنین میتونین برین مقالهش رو بخونین یا توضیحات بیشترش تو اون هست. آدرسش هم event.janas.academy/lifeweb که حالا احتمالاً نمیبینین. خب شروع کنیم. موضوعی که هست اینه که این چند وقتی که AI اومده با اتفاقاتی که افتاده انگار اون چیزی که باید میشده نشده. یعنی اینکه ما یه توقعی داشتیم از AI که خیلی قرار زندگی ما رو متحول بکنه، خیلی کارهای بزرگی بکنه، ولی ظاهراً اینجوری نشده. اینکه AI یه ذره گیر کرده، یه سری نظریه ها رو مطرح کرده. یه سری ها دارن میگن که AI یه حبابه، واقعاً اون چیزی که فکر میکردیم نبود. مرسی. یه نظریه هست میگن که مثلا یه روزی ماشین حساب اومد، ماشین حساب از همه آدما تو دنیا بهتر داره حساب میکنه دیگه، ولی ماشین حسابه، یعنی بهش رجوع میکنیم و یه جوابی میگیریم. آیا AI هم یه ماشین حسابه؟ یعنی اینکه داریم میبینیم مثلا داره یه مقدار کارامون رو بهتر میکنه، ایمیل برامون میزنه، یه ترجمه کی میکنه، 4 تا ویدیویی برامون درست میکنه، اونم در سطح خیلی ضعیف، ولی انگار که اون چیزی که باید میشد نشده. اون چیزی که پیش بینی میشد و میگفتن زندگی هممون رو متحول میکنه، چقدر داریم تو کسب و کارامون ازش استفاده میکنیم؟ چقدر داریم با AI مثلا زندگیمون رو متحول کرده، کارهای عجیب غریب داریم میکنیم؟ این نظریه روی یه سری آدما تکرار شده. مثلا حالا این دوستمون رو رد میکنه، اینا لینکه، یعنی این صفحه رو که باز کردین، البته با گوشی باز نمیشه، ریسپانسیوش نکردم، این با لپتاپتون باز بکنین، بعداً هر کدوم از اینا رو خواستین بخونین، رو هر کدوم از لینک ها هم بزنین مقالش میاد. مثلا گری مارکوس یکی از معروف ترین آدماییه که این نظریه رو داده که AI یه حبابه و این حباب AI به یه دلیلی، به دلیل محدودیت تکنولوژی فعلی، به ویژه در استدلال و انتزاع بالاتر نمیره و این حباب به زودی میترکه. این نظریه یه چیزی میخواد به ما بگه. ببینیم ما یه سقف دیتا داریم و این سقف دیتا انگار پر شده، یعنی ما هر چقدر دیتا تو دنیا بود جمع کردیم دادیم به این مدل‌ها و مدل‌ها رو ترین کردیم. حالا این مدل‌ها دیگه از این بیشتر انگار جلو نمیرن و اگر دیده باشین هی مثلا مدل‌های جدید میان دیگه رفتن سمت اینکه استدلال و انتزاع رو بیارن توی AI. اومدن اون چین آف تاوت رو درست کردن، یه ذره رفتن سمت فضایی که به مدل‌های ریزنینگ بپردازن، مثل اووان، مثلا مدل دیپسیک یا اینا. خب اگه این شکلی در نظر بگیریم، حالا من نظر یه سری آدمای دیگر هم براتون گذاشتم، اینا رو خودتون سر فرصت بخونین. اگه این شکلی در نظر بگیریم، یه آمار دیگه هم اینجا هست که مهمترین قسمت این آمار اینه: 5.4%، اینجا درصدش رو یادم رفت بذارم، تو فوریه 2024 از شرکت‌های آمریکایی اومدن گفتن که از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، بقیه استفاده نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از 80% شرکت‌ها اصلا دلیلی نمیبینن که برن سمت AI و حالا این آمار رو بعداً مدل‌های دیگه‌شو میبینیم. این یه چیزی داره به ما نشون میده، انگار AI داره الکی گنده میشه، انگار که ما واقعا اون توقع رو نداریم دیگه از اون چیزی که باید اتفاق میافتاد.
فوریه 2024 رو یادتون باشه. ولی برگردیم عقب، بریم سراغ قانون مور. این آقای مور سال 1965 اومد یه قانونی در آوردش از خودش، توی شرکت اینتل کار میکنه. این داستان سینگولاریتی رو میخوام بهتون بگم که جادی عزیز خیلی خوب توی اون رادیو گیک قدیم رادیو جدید الان داره. میگه تعداد ترانزیستورات در یک تراشه هر 2 سال 2 برابر میشه. حالا اون 2 سال که اول گفت 1 سال، بعد اصلاحش کرد، تو این مقالش 1 ساله ولی بعد میشه 2 سال. این یه استانداردی میشه که این بنده خدا بهش میرسه. ولی یه چند سال بعدش تو دهه 80 آقای ری کورزویل اسمش، ری کورزویل توی یه کتابی به اسم عصر ماشین‌های هوشمند میاد بر اساس قانون مور پیش بینی میکنه، آینده رو شروع میکنه پیش بینی کردن. آینده رو چجوری پیش بینی میکنه؟ میگه درسته که مثلا هر 2 سال تعداد مثلا سی پی یو ها 2 برابر میشه. این اتفاق برای حجمم میفته، برای وزنم میفته، برای هزینه‌ام میفته. یعنی چی؟ یعنی هر 2 سال یه بار مثلا وزن تجهیزاتی که شما لازم داریم برای ارتباطات نصف میشه. هر 2 سال یه بار شما هزینه‌ای که برای یه مثلا تکنولوژی دارین استفاده میکنین این نصف میشه. این داستان جالبی بود، برای اینکه این پیش بینی رو توی این کتاب انجام دادن تا سال 2000 و به طرز عجیبی تا سال 2000 خیلیش درست از آب در اومد. نمونهش آقای کاسپاروف که سال 99 از هوش مصنوعی شکست میخوره و اینو دقیقاً اینا پیش بینی کرده بودن بر اساس فقط اون قانون مور. پس با قانون مور میشه بفهمیم که نمودار تکنولوژی اکسپوننشیالیه و نمودار این شکلی میره بالا. خب وقتی نمودار رو فهمیدن و مدل رو پیاده کردن، یه جایی هم اشتباه کردن دیگه، جایی که رفتن سراغ اقتصاد و اینا گند زدن، ولی تو تکنولوژی خیلی جواب دادش. یه شرکتی اومد به اسم انتشارات پنگوئن. انتشارات پنگوئن اومد گفت آقا شما که اینقدر خوب پیش بینی میکنین، بیاین یه مثلا 100 سال بعدم پیش بینی کنین. یعنی بیاین از سال 2000 تا سال 2100 رو پیش بینی کنین. آقای کورزویل و تیمش میان شروع میکنن پیش بینی کردن. یه اتفاقی میفته وقتی اینا میرن جلو و پیش بینیاشون رو توی این کتاب چاپ میکنن، کتاب عصر ماشین‌های هوشمند. وقتی اینا میرن جلو به یه موضوعی میخورن به اسم سینگولاریتی. یعنی چی؟ یه جای کار ایراد داشتش. وقتی شما نیمه عمر علم رو حساب میکنین، یعنی میگین که مثلا برای اینکه شما یه مثلا این شکلی حساب بکنین که علم بشر تو هر مثلا 2 سال داره 2 برابر میشه، بعد این اتفاق میشه هر 1 سال به مرور زمان با همین مدل اکسپوننشیالی، بعد میشه مثلا هر 6 ماه، بعد میشه هر 1 ماه، 1 هفته، 1 روز و یه جایی این نیمه عمر علم میرسه به هم دیگه. اونجا که نیمه عمر علم به هم میرسه یعنی چی؟ یعنی تو لحظه داره علم 2 برابر میشه. اتفاقی که الان برای هوش مصنوعی و اون ساید تکی که مربوط به هوش مصنوعی افتاده، یعنی ما دیتا 3 ماهمون توی هوش مصنوعی اکسپایر شده. یعنی اگر شما بخواید مثلا یه ترم برای دانشجوها وردارین تو دانشگاه، اول ترم حرفی که میزنید تا آخر ترم اکسپایر شده، تموم شده، رفته. به این فضا میگن سینگولاریتی. سینگولاریتی تعریفش میشه اون وسط یه ستاره که منفجر میشه و اتفاقی که توی این هسته میفته اینه که اون ستاره داره یه جاذبه‌ای رو درست میکنه که اون جاذبه نور رو هم حتی جذب میکنه و ما هیچ درک و فهمی از این تیکه نداریم. به این تیکه توی علوم ستاره شناسی میگن سینگولاریتی، یعنی فضایی که ما هیچ درکی نداریم. حالا اصلا بحث این بودش که آقای کورزویل اومدش سال به سال رفت جلو توی علوم مختلف، صنایع مختلف، رسیدش به یه جایی در سال 2029
1029. تو سال 2029 شروع سینگولاریتی توی یه سری صنایع اتفاق افتاد و همینجوری رفت جلو تا 2048 که اونجا هم توی مثلا صنایعی که کندترن. صنایع تند و کندم این شکلیه: صنایعی که تک بیسن تندترن، صنایعی مثلا نفت و گاز، مثل ساخت و ساز، مثل پزشکی به دلیل ریگولاتوریایی که روشه، اینا صنایع کندترن، اینا دیرتر وارد سینگولاریتی میشن، یه سری صنایع سریعتر وارد سینگولاریتی میشن. این داستان سینگولاریتی رو مطرح کردش و بعدش سال 2005 یه کتابی نوشتش به اسم سینگولاریتیز نیر که خیلی ترکوند. حالا داستان سینگولاریتی مهمه برای اینکه ما بفهمیم که جلوتر داره چه اتفاقی میفته. ما داریم وارد شرایطی میشیم که براش برنامه ریزی نداریم. ما داریم میریم توی یه زمانی که زمان خیلی پیچیده‌ایه، عجیب غریبه. یه سری حالا چیز گذاشتم، گیف براتون گذاشتم، اینا جالبه، از این سایت هم هستش، خواستیم بریم مقاله‌اشو ببینین. اتفاقی که برای ما میفته اینه بچه‌ها، ببینین ما داریم هوش مصنوعی رو رصد میکنیم ولی حواستون باشه اکسپوننشیالی داره میره جلو. یعنی چت جی پی تی 4 اگر گفتن آی کیو 130، اگر چت جی پی تی 4.5 رو با انیشتین مقایسه کردن، یا مدل‌های مثلا جمینای رو در نظر بگیرین، جمینای جدید که مدال طلای المپیک ریاضی رو گرفته، اینا اگر امروز اتفاق میفته توی استپ بعدیش این قرار 2 برابر بشه و 2 برابر شدنش این 2 برابر شدنها یه فاصله‌ای به ما میده که وقتی AGI اتفاق بیفته، ببینید ما مدل هوش انسان و کلا هوش بیولوژیکی اگر این شکلی در نظر بگیریم که مورچه و مثلا فاصله ما با شامپانزه و اینا چقدره، وقتی AGI بیاد یه همچین فاصله‌ای خواهیم داشت. پس داریم راجع به یه دنیایی صحبت میکنیم که خیلی خیلی قرار پیچیده بشه. حالا اینم که نمودار معروف تکنولوژیه. یه روزی ما فکر میکردیم این شکلی قراره بره جلو. نمودارا رو بهتون نشون دادم دیگه. اون شیب اکسپوننشیالی که داشتیم به علاوه نیمه عمر علم، این دوتا رو در نظر بگیریم و از اینجا بریم تو آینده، بریم ببینیم که اگر فرض بکنیم که هوش مصنوعی یا داره کار ما رو انجام میده یا نمیده، هوش مصنوعی یا اونقدری که ما برآورد میکنیم خوب هست یا نیست، یا حباب هست یا نیست، اصلا با این چیزاش کاری نداریم. ما جلومون یه چیزی داریم به اسم سینگولاریتی و اگر قرار سینگولاریتی اتفاق بیفته باید یه پیشبینی ازش داشته باشیم. من اینجا 3 تا رویکرد و بر اساس جمع‌بندی نظراتی که هستش گذاشتم اینجا براتون ببینید. یه مدل ویران شهریه که سرانیو بدبینانه است. من خیلی مطمئنم که این اتفاق نمیفته. دلیلم رو آخر بهتون میگم. یه مدل خنثیه که میگه یه بالانسی بین اتفاقات خوب و بد میفته. مثلا ماشین‌های پیشرفته و ربات‌هایی داریم که الان داریم میبینین داره میاد و مثلا با $16,000 شما میتونین رباتی بخرین که کار بکنه تو خط تولید. یه سری بیکاریات تو بخش‌های مثلا سنتی اتفاق میفته و یه اتفاقای مثلا دو وجهیه، یعنی یه سریش خوبه یه سریش بده کنار هم. اینم به نظرم محتمل نیست و چیزی که خودم شخصا دوست دارم، حالا با مدل فکری که دارم به نظرم این جذاب‌تر و امیدواریم که این اتفاق بیفته. سناریو خوشبینانه است، مثلا طول عمر زیاد، قطعا اینو داریم میبینین با این پیشرفتایی که داره اتفاق میفته، یا مثلا نمیدونم جامعه همه چیش درست میشه و اینا، اینو میتونیم خیلی خوشبینانه در نظر بگیریم. حالا مسئله اینه که ما یه سری اقدام باید بکنیم برای این 3 تا 5 سال. ما یه 3 تا 5 سال طلایی داریم. این 3 تا 5 سال طلایی یعنی چی؟ یعنی اگر پیشبینی هایی که کردن به خاطر کرونا جابجا شده باشه برای دوران سینگولاریتی که کاری نداریم اونجا چه اتفاقی میفته، یا خوبه میفته یا بده میفته یا هر چیزی میفته،
اون تیکه رو ولش بکنین، یه شرایطی به وجود اومده، یه شرایط خیلی خاص و با ارزش. شرایط چیه؟ یه دسترسی شما الان به هوش مصنوعی دارین. این دسترسیه مثل چیز میمونه. یه زمانی آلومینیوم قاشق چنگال ناپل اون بوده، یعنی مهمونای ویژه‌اش قاشق چنگالشون طلا نبوده، آلومینیوم بوده، چون آلومینیوم خیلی گرونتر از طلا بوده. و امروز شما به عنوان آشغال بعد از اینکه غذاتون رو میخورین مشاله میکنین میندازینش دور. چرا؟ چون فراوانی اتفاق افتاد. الان ما توی دورانی هستیم که یه 3 تا 5 سال فرصت داریم تا اون جایی که هستیم رو جابجا کنیم. یعنی اگر شرکتتون توی یه مارکت نفر اول مارکت نیستش، شما الان فرصت دارین تا جابجاش بکنین. اگر خودتون تا الان به دلایل مختلف، مثلا احیانا توی یه کشوری دارین زندگی میکنین که در پیته، مثلا توی شرایط خانوادگی مشکل داری داشتین، الان موقع جابجا شدنه. چرا؟ چون هوش مصنوعی هنوز همه‌گیر نشده. هوش مصنوعی دست یه سری آدمیه که دارن استفاده میکنن. سخته؟ آره سخته. اگه راحت بشه همه استفاده میکنن. پس الان که سخته ازش استفاده بکنین. بهتون قدرتی میده که میتونین همه چی رو جابجا بکنین. من توی 3 تا جنبه اومدم بر اساس همه اون چیزایی که بررسی کردیم اینا رو 3 تا سناریو گرفتم. یکی جنبه سازمانیه. یعنی چی؟ تو جنبه سازمانی شما میتونید بازی رو عوض بکنین برای شرکتتون. این آمار یه مجموعه برای سوئیس که اومده تمام شرکت‌های تولیدی رو بررسی کرده. آمار احمقانه‌ایه، بهتون میگم چرا. مثلا اومده گفته که 1.5% در سال 2024 شرکت‌ها دارن از AI استفاده میکنن. برآوردشون برای 3 سال آینده اینه که 15%، یعنی 10 برابر بشه این استفاده. 10 برابر عدد بزرگیه، ولی از نظر ما این عدد مسخره‌ایه، چون اصلا مدل اکسپوننشیال هوش مصنوعی، مدل اون رشدی که داره اتفاق میفته با مدل رشدی که تا حالا دیدین زمین تا آسمون فرق میکنه. و همون گیفه که نشون دادم بهتون با اون سرعت رد میشه، داره با اون سرعت میاد جلو. پس اصلا این مسخره است این عدد. حالا عدد درستش رو با هم دیگه میبینیم. ولی برای شرکت ها چه پیشنهادی داریم؟ یکی این که اول از همه متحورانه و خارج از قاعده فکر کنین. الان موقع out of box فکر کردنه. الان موقع اینه که پتانسیلا رو برای شرکتتون یه جور دیگه ببینین. مدل‌های کسب و کارتون رو تغییر بدین، توسعهش بدین. روی AI و تکنولوژی سرمایه گذاری کنین. من اصلا باورم نمیشه الان هنوز مثلا بعضی از شرکت‌ها هستن که اکانت پولی این هوش مصنوعی ها رو ندارن. مرگ و زندگی شرکتتون توی این تیکه است. و حالا چابکی رو که افزایش بدین. اینجا الان واقعا لذت بردم از ارائه آقای دکتر، فوق العاده بودش. این بحث داده ها رو جدی بگیرین، دیتا دریون کنین شرکتاتون رو. دیتا توی داستان خود شرکتتون و چیزایی که گفتن برای بیرون شرکت بسیار الان مهمه. اتوماسیون هوش مصنوعی الان فوق العاده راحت شده. با N8N الان من کلی ویدیو آموزشی گذاشتم، بقیه دارن تو اینترنت، تو یوتیوب هستش، بریم ببینین. با N8N شما نوکد میتونین هوش مصنوعی رو بیارین تو شرکتتون و 1000 تا کارتون و فرآینداتون رو انجام بده. پس از اینا استفاده بکنین. من پیشنهادی که برای شرکت‌ها و سازمان‌ها دارم ایناست. یه بخشی رو برای جنبه کلانش دارم. گفتم شاید شما مثلا کشوری چیزی داشته باشین، این بخش کلان شاید به دردتون بخوره. اولا اگه سوادشو ندارین تو هوش مصنوعی نرین. چرا؟ این مثلا دوستان اومدن موتور هوش مصنوعی اختراعات ریتو به این آقایون غالب کردن با مثلا مبلغ خداد تومن و $48 در ماه مثلا پول بدیم بابتش.
چیه پشتش؟ مثلا چت جی پی تیه و چیز کردن، بچه‌ها در آوردن. پس اگر احیانا کشور دارین این کارا رو بکنین. یکی اینکه هوا و بذارین مردم نفس بکشن، مردم کشورتون، آب رو تامین بکنین، برق رو تامین بکنین. یه اینترنت بدون فیلتر میخوایم و یه دونم تحریم و تورم هم الکی اضافه نکنین. اوکی؟ و از همه مهمتر از سر راه برین کنار. اگر یه کشور دارین این کارا رو انجام بدین، احتمالاً توی این 3 تا 5 سال موفق میشین. نکته آخر نکته فردیه. من اونجا که گفتم فوریه رو یادتون باشه، نمیدونم شما میبینین یا نه، من اینجا از این نزدیک نمیبینم. مثلا اینجا نوشته مارچ، مثلا 4 مارس 2024. اینجا تقریبا 1 سال بعدشه. اتفاقی که افتاده، این آمار مال سایت اوپن روتره. اوپن روتر یه مشت نمونه خرواره تقریبا. چه اتفاقی افتاده؟ میزان 18 میلیارد درخواستی که برای تمام مدل‌های هوش مصنوعی این سایت ثبت کرده، طی 1 سال رسیده به 918 میلیارد. یعنی چی؟ یعنی 51 برابر شده. یعنی میخوام بهتون بگم اون شرکت سوئیسی که خب سوئیس هم یه کشور عقب افتاده است دیگه، اینا نمیدونن داستان چیه، ما میدونیم، داره 50 برابر میشه داستان. پس این موضوع رو شما باید تو کارتون دقت بکنین که اصلاً برآورده اون شکلی نیست، اصلاً 10 برابر قرار نیست بشه، قراره با سرعت بره جلو. اگر تو بازی هوش مصنوعی باشین، اگر درگیر بشین باهاش، موفق میشین. اگر نباشین حذف میشین. اعتماد به نفس داشته باشین و این چند تا کار رو انجام بدین. یادگیری مفاهیم پایه هوش مصنوعی سخته، انجام بدین، چون الان بازی سختیه. مفاهیم پایه هم خیلی عجیب غریب نیست. امروز قرار نیستش اگر اینجا نوشتم اصول پایه برنامه نویسی رو بلد باشین، شما با مثلا 3 روز وقت گذاشتن اصول پایه پایتون رو یاد میگیرین. بعد که اصول پایه پایتون رو یاد گرفتین، دیگه بقیه کارا رو هوش مصنوعی براتون انجام میده. یعنی باور کنین شما با 3 روز وقت گذاشتن میتونین کد بزنین، انقدر کار راحتیه. یا مفاهیم پایه هوش مصنوعی، این که شما مثلا هاگینگ فیس و گیت هاب رو بلد باشین، کار خیلی مثلا خارق العاده ای نیستش، کار راحتیه. این تیکه رو لطفاً براش وقت بذارین و تو این بازی قرار بگیرین، بمونین. یکی آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعیه. ابزار هر چی اومد شما باید ازش تو کارتون استفاده بکنین، پول خرج کنین براش. واقعا میارزه که این اختلافه رو ایجاد بکنین. 3 تا 5 سال وقت دارین برای اون اختلافه و اون اختلافه رو توی مارکتتون درست بکنین. اینجوری شما توی زمان سینگولاریتی که اتفاق میفته توی پوزیشن درست قرار میگیرین، شانس درستی دارین برای اتفاقاتی که قراره بیفته. سرمایه گذاری روی سلامتتون بکنین، خواهش میکنم ورزش و اینا حتما، برای اینکه سالم باید برسیم به اونجا. آقای کورزویل هنوز زنده است، روزی 1 مشت داره قرص میخوره. خیلی یکی از معروف ترین چیزایی که راجبش میگن این مدل قرص خوردنشه. انقدر داره قرص مرص میخوره که زنده بمونه، برای اینکه میدونه به سینگولاریتی برسه نامیرا میشه. حالا شاید هم منقرض بشه. تقویت تاباوری روانی خیلی مهمه، اینو حتما براش وقت بذارین. و آخرین حرفی که میخوام بزنم با 3 دقیقه و 30 ثانیه تأخیر، مدیتیشنه. لطفاً برای مدیتیشن وقت بذارین. چرا؟ برای اینکه ببینین بازی منطق، بازی محاسبات، بازی ریزنینگ و توی جایی که بازی اینجا باشه ما بازی رو باختیم. بازی که با هوش مصنوعی راه انداختیم اگر منطقی در نظرش بگیریم، با محاسبه کردن عین همون ماشین حسابی که نمیتونستیم از پسش بر بیایم، تو محاسبه تو همه کارهایی که الان هوش مصنوعی داریم میبینین نمیتونیم از پسش بر بیایم. پس وقتی بازی اینجا باشه ما بازی رو میبازیم. ولی اگه بازی رو بیاریم اینجا، یعنی چی؟ یعنی ما انسان ها یه چیزی فراتر از ماده ایم، یه چیزی فراتر از ماده داریم. حالا
دینتون هرچی هستش کاری ندارم، یکی روح رو قبول داره، یکی انرژی رو قبول داره، دعا، هر چی که قبول دارین. مدیتیشن کنین. مدیتیشن بازی رو عوض میکنه. اون چیزی که انسان رو نجات میده فکر میکنم مدیتیشن باشه. برای آخرش هم یه شعر از مولاناست که باهاش تمام میکنم و چون نمیتونم حفظ کنم از رو میخونم. میگه تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز، که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر، که به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز. عشق به همتون، مرسی وقت گذاشتید.